محتوای شهر دوشنبه ساکن 67 ساله کوچه خیرآباد نویه شومنصور سعیدوف گوریز شریپوویچ را بر اساس ماده 104 قسم 2 بندهای و ای در کشتار نابالغ با بیرحمی مخصوص گناهکار شناخته به 25 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. داستان کل تاجیکستان خبر داد که پدر اف فرزند گوریز سعیدوف در قتل بیرحمانه دختر نابالغ 11 سالش گناهکار دانسته شد. بنا به شرح دادستانی تفتیشات پیشکی معین نمود که شهروند سعیدوف گوریز سال تولدش 1956 28 اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 11:00 در منزل زیستش با مقصد خریداری نمودن دو رواری خواسته است به جیب کستومش که در حجره خوابش نگاه داشته میشد پول بگیرد. ضمن از نظر گذراندن امیانش او معین میکند که 100 سامانی پولش گم شده است. گوریز سعیدوف در دزدیدن پولهایش به دختر خردسالش سعیدوف و مدینه گوریزوونا گمان برده او را به حجره خودش در آورده لطوکوب کرده است که دزدیدن پولها از امیان پدرش را اعتراف کند، ولی مدینه دست داشتن در دزدی را رد میکند و پدر سنگدل عصایش را گرفته با بیرحمی مخصوص به قسمت سر و روی دست و پای شکم و تنه مدینه خردسال چند ضربه سخت جانکاه میزند. این حالت را مادر مدینه سبگل سعیدوف دیده کوشش خلاص کردن دخترش را میکند، ولی گوریز سعیدوف همسرش را زده از حجره بیرون کرده باز از میانش تسمهش را برآورده با تسمه دخترچه بیچاره را لطوکوب میکند. مدینه خردسال از ضربه های بیرحمانه پدر جراحت سخت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. تا کنون معلوم نیست که آیا پولهای گم شده گوریز سعیدوف را دختر با بیرحمی مخصوص کشته شدهاش گرفته بود یا اون پولها رو در دیگر جا گم کرده بود. خود گوریز سعیدوف در گزارشی که قبلا در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد اصرار می‌ورزد که گویا مدینه بعد لطوکوبش اقرار کرده است که پولها را او گرفته است، ولی اینکه او این کار را در حقیقت کرده بود یا در نتیجه شکنجه مجبور شد که گناه ناکرده را به گردن بگیرد دیگر یک سوال بی‌جواب باقی میماند. سر این کار را مدینه خرم‌مرگ با خود به گور برد.